كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. کودکان یکی از بهترین الگو برای پیروی در زندگی هستند. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. از روانشناس پرسیدند بهترین الگو برای پیروی در زندگی کی شده می تواند؟ روانشناس گفت کودکان بهترین الگو هستند. به او گفتند کودکان که هیچ نمی دانند و تجربه حیاتی ندارند چه خیل الگو برای پیروی در زندگی شده می توانند؟ روانشناس در جواب گفت شما سخت اشتباه می کنید. کودکان 6 خصوصیت دارند که نباید هیچگاه فراموش کرد. اول این که همیشه به دل شاد هستند. دوم این که همیشه به کار مشغول هستند. سوم این که وقتی چیزی را می خواهند تا به دست نیاورند دست از او نمی کشند. چهارم این که به هیچ چیز دل نمی بندند. پنجم این که وقتی به هم جنگ می کنند تیز آشتی می کنند و از هم کینه به دل نمی گیرند. و ششم این که به راحت گریه می کنند. پس کودکانه زندگی کنید. بله برادر و خواهر عزیزم، این درس ها را ما باید از کودکان بگیریم، چون همیشه با دل شاد گشتن و همیشه به کار مشغول بودن و وقتی که چیزی را می خواهیم حرکت کرده آن را به دست آوردن و به مال این دنیا دل نبستن و آشتی کردن و کینه به دل نگرفتن و به راحت گریه کردن یکی از بهترین خصوصیت های انسانی می باشد. پس برادر و خواهر عزیزم، درس عبرت را نه فقط از عالمان و بزرگان باید گرفت، بلکه از کودکان هم درس گرفتن لازم است. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.